بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و مهربان. مادر جانم، وقتی که بالای سر تابوت من جمع شده بودید و فریاد و فغان می برداشتید، اشک چشم می ریزاندید، در همین زمان مخلوق های نزدم آمدند که مثلشان را در دنیا ندیده بودم. آنها ملائک بودند، عزرائیل و دیگر ملائک وظیفه‌دار. در این اثنا یک چیز دیگر رخ داد و من جای ابدیم را نشان دادم، پر از آتش. جای جزا بوده است آنجا. همه چیز را فهمیدم، هم غفلتم را و هم خطاهایم را، و بسیار ترسیدم. بدنم به لرزه درآمد و در جایی که شما را نشناختم ماندم. تا چند به عزرائیل نظر می کردم، شدت ترس همانقدر زیادتر می شد. بسیار بدهیبت بود. از غفلت های در دنیا بودم، صدها پشیمانی خوردم. در همین وقت از الله تعالی درخواست کردم تا مرگ را به وقت دیگر گذراند و مرا به دنیا بازگرداند تا عمل صالح کنم. اما دیر شده بود، خواستم قبول نکردید. البته که از اینها شما بی خبر بودید. چه خیلی درد کشیدنم را حس نمی کردید. چی می دانستید؟ و مثل من دهشت عزرائیل را ندیدید که در دنیا سقرات موت می گفتند. چقدر دشوار بوده است. درد آن را نقل کردن ناممکن است. این درد را تنها شخصانی می دانند که با عزرائیل روبرو شدند. یعنی بعد می فهمند. مادر جانم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین دعا می کرد: خدایا در سقرات موت به من یاردم کن. این سخنها را استادها می گفتند، اما از یک گوشمان می در آمد و بر نفسمان هیچ تأثیر نکرده از گوش دیگرمان بر آمده می رفت. چقدر درست بوده است. می فهمید مادر جانم؟ وقتی مرگ انسان به مانند گوسفندی است در دست قصاب، وقت درد، وقت اضطراب، دشوار، بی نهایت دشوار، بسیار ترس‌آور. در این منظره دهشت آور روحم نخواست که از بدنم برآید. مادر جان، روحم از بدنم نمی برآمد و تا برآمدن آن ملائک مرا می زدند و درجه زدند که تمام وجودم عذاب را دید. خیلی مادر جانم، روحم نابرآمده عذاب قبر سر شده بود. تا آن وقتی که روحم از وجودم جدا شد، ملائک مرا زدند. نهایت روحم از بدنم جدا شد و من هم ضربه خورده خلاص شدم. از خود می پرسیدم چه کار کرده باشم که اینقدر ضربه ها را حق کردم. بعدتر فهمیدم سبب همه این ضربه ها عاقبت عمل های بدی بود که در دنیا کردم. در نزد عزرائیل باز دو ملائک دیگر بود، یکی ملائکه رحمت و دیگری عذاب. اگر مرده خوب باشد پس عزرائیل روح را به ملائکه رحمت می سپرده است، اگر مرده بد باشد روحی آن را به ملائکه عذاب می داده است. امر الله همین خیر. بعد عذاب‌های زیاد عزرائیل روحم را به ملائکه عذاب تسلیم کرد. همین وقت چقدر بد بودن جای ابدیم را خوبتر فهمیدم. روحم به مثل پرنده از قسم بالای قفس سینه‌ام پرید. از صحبت ملائک همه چیز معلوم شده بود، چون که بین خود می گفتند این را کی طبابت می کند. درد آن وقت را نیز فهماندن ناممکن است مادر جان. وقتی که ملائکه ها را دیدم پایهایم به یکدیگر پیچیدند. شما نیز این را حس کرده بودید، زیرا دیدید که بدنم چقدر سبسفید شد و مثل یخ شده بودم. همین خیر مادر جان.
من از دنیا با عمل بد آمدم و از این رو ملائک مجبور شدن روحم را مجبورن از بدنم گیرن. اینها ملائک نازعات بودن. اگر صاحب عمل صالح می بودم روحم را ملائک آسان کن می گرفتن و به من سلام الله را تقدیم می کردن و می گفتن سلام به تو ای بنده الله، سزاواره که الله تعالی به تو سلام روان کند. همین خیلی من عذاب غفلت را چشیدم مادر جانم. اگر در آمدن عزراییل با طهارت می بودم در نزدم قرآن می خواندم، عملهای صالح هم زیاد می بود، مسواک می کردم، اینقدر عذاب نمی کشیدم. مرگ آسانم می شد. یا در همان وقت یگان دوستم که او را الله دوست می دارد به عزراییل می گفت ای عزراییل بر دوستم رحم کن و ملایم رفتار نما زیرا او مؤمن است. عذاب نمی کشیدم. به این هم عزراییل را دیدن زمان از هیبتش ترسیده بودم، زیرا پیش از روحم را گرفتن او را بد هیبت دیدم. کاش که چشمایم کور می بود و او را نمی دیدم. اما این خیلی نمی شود. چشما کور هم باشد او را می بینیم. در دنیا کور بودن و یا نبودن فرق نمی کرده است. همه کس در وقت مرگ پیش از روحش برآمدن او را می دیده است. نمی دانم مادر جانم در وقت مرگم آوازم را می شنیدید یا سیاه رو شدنم را دیدید، کفای دهنم را چی؟ فکر نمی کنم که فهمیدید، زیرا آنقدر فریاد و فغان برداشته بودید، آنقدر اشک چشم می ریزاندید که اینها را فرق کردنتان ناممکن بود. خوب شد که ندیدید مادر جانم. اگر حالم را می دیدید عاقبت درد قیامتم را تخمین می کردید و زیادتر زیر می شدید. اگر در دنیا عملهایم صالح می بود نه رنگم سیاه می گردید و نه آواز خراش می برآوردم و نه از دهنم کف می برآمد. برعکس این حال از پیشانم عرق سر می زد، چشمایم تر می شد، چهره‌ام نورانی می گردید و همه اینها به من راحت می بخشید. اما در جانم با تو چیزی دیگری را گویم. در وقت گرفتن روحی من وضعیت را با دقت نظر کرده و مرگ را تشنام ندهید. این غیبت بدترین و خطرناکترین به حساب می رود. یعنی غیبت حساب می شود که حلال نشونده و بعضی ها رحمت شود، گفته بحر سبک شدن گناه های آنها عذاب را به آنها می چشانند. در عین حال عذاب آن وقت کفارت گناه ها حساب می گردد. كل نفس